تو برگزاری انتخابات پارلمان تاجیکستان و هم هیئت نوی مجلس شهر دوشنبه 2 روز میماند. در میان 10 نامزد به کرسی های وکیل اسم 57 زن هم برده می شود که داوطلب کرسی دپوتاتی هستند. یکی از آنها گلنوره امیرشاه و سردبیر نشریه ویچورکا و عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی است که در برابر یک نامزد از حزب نهضت اسلامی شانسش را برای وارد شدن به مجلس شهر دوشنبه میسنجد. خانم امیرشاه و 16 سال سابقه کاری در ساحه ژورنالیستیکا داشته عضو شورای جمعیتی شهرداری می باشد. مادر 2 پسر 9 و 16 ساله است. در یک صحبت اختصاصی گلنوره امیرشاه و به سوالهای رادیوی آزادی پاسخ داد. نخست از او پرسیدیم چگونه به قرار رسید که باید دپوتات شود. Для того, чтобы моя работа стала более эффективной, در تجربه ژورنالیستی خود به چنین خلاصه آمدم که برای کمک به مردم نیازمند باید یک مقام حقوقی داشته باشم، چون که حالتهای زیاد شده است که ساختار یا مقامهای بسیار در میان خود و ژورنالیستان حتی سردبیران رسانه‌ها یک سد می‌گذارند. همین سدگذاری باعث می شود که ما نه همیشه می توانیم به حق خود دست یابیم، به مردم کمک موثر کنیم. همچون یک نشریه ما نه همیشه به آدمان کمک کرده می توانیم، چون که دسترسی به معلومات آسان نیست و یا پیش می کنند. بعد این من در موقع دپوتات می روم. در صورت پیروزی با حل کدام مسئله ها می خواهید مشغول شوید گلنوره؟ Если выиграю эти выборы, то в первую очередь я думаю, что план работы у меня такой: ходить по этим микрорайонам, где я закреплена на моих участках, и в первую очередь составить список их бытовых проблем. بسیاری ها تنقیدهای شما را از مذهبی شوی جامعه یاد دارند که واکنش های مثبت و منفی خیلی زیاد به بار آورد. آیا در سمت دپوتاتی هم می‌خواستید در سمت کاهش مذهبی و یا افراطی شدن جامعه کار کنید؟ اعتقادمندان زیاد معمولا تحمل شنیدن حرف غیر را ندارند. اعتقاد چیزی خوب است، به خصوص برای آنهایی که ناامید شدند. خیلی کمک میکند که دوباره به زندگی برگردند. ولی من از آن اظهار تأسف میکنم که بعضی روحانیان کوتاه‌اندیش که شمارشان خیلی زیاد شده است، ذهنیت مردم بیچاره اعتقادمند را برای هدفهای خود استفاده میکنند. ساختارهای معین به مثل کمیته دین و دیگرها باید که در فکر تأمین مردم با آموزش‌های درست مذهبی باشند و پیش راهی آن روحانیان ناپاک را بگیرند که در مسئله اعتقاد سوء استفاده میکنند. تشکر. گلنوره امیرشاه و داوطلب به کرسی دپوتاتی مجلس شهر دوشنبه بود. شکل کامل این صحبت را از سایت رادیوی آزادی تماشا کنید.